سلام و عرض ادب. خسته نباشید جمعیت. با 3 تیکه سیم دل دوبل ماشینتون یه سره کنید. بیا جلو بهت بگم چیکار کنید. 4 تیکه سیمه، یه طرفشون رو به هم میتابونید، یک سرش میکنید. یه دونه سیمتون باید بلند باشه، 3 تا پایتون هم کوتاه باشه که اینجا بهتون بگم. اول میری پایه 1، پایه 4 رل دوبلتون میشمارید، پایه 13 رل دوبلتون. این طرفه که آزاد میمونه رو میزنید به مثبت باتری، استارت بزنید. به همین سادگی. این برای این برای زمانیه که شما رل دوبل ماشینتون خراب بشه تو بیابون ببینید با 3 تیکه سیم ماشین روشن.